سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 28 ماه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه همسر ثروتمند سروزیر کشور فقیر، نشر روی خط سیاه 29 حزب و حرکت و سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع، تصرف 152,000 سامانی تنها در یک مؤسسه دولتی نویه دیوشتیج، یک تاجیک را بعد 15 سال از شهروندی روسیه محروم کردند. در ارنبورگ روسیه راننده تاجیک را 2 میلیون روبل جریمه بستند. و اکنون تفصیلات خبرها. امروز از ده تیوی فرمت جدید تحقیقات ژورنالیستی را که یکجا با مرکز تحقیق کروپسیا و جنایت‌های متشکلانه تهیه کرده است پیشکش خوانندگان می‌کند. بسیاری او را یک زن خونشین و خاکسار می‌شمارند، ولی در اصل او دارای ثروت چندین میلیون دلاری، 2 ویلا در دبی، یک خانه در دوشنبه، منزل‌های زیادی در خوجند و مال و ملک زیاد در دیگر مناطق‌های تاجیکستان بوده است. اگر شخص شوهرش در بین نمی بود شاید کسی به این اهمیت نمیداد، ولی طوری که در کشورهای فسادزده معلوم است به احتمال غالب میتواند حدس زد که این همه مال و ملک با پولهای غیر قانونی شوهرش خریده شدند. تحقیقات ما درباره اقبال خان نوزیر و همسر سروزیر تاجیکستان کاهی رسولزاده است. درباره اقبال خان نزار و چی میدانید؟ او همسر یک منصبدار معمولی در تاجیکستان. درباره او در منبع‌های باز یگان معلومات نیست. اگر یک مقاله سخنگوی سابق شوهرش نمی بود جامعه دربارش اصلا چیزی نمیدونست. الهام جمالیان در یک مطلب ستایشی درباره کاخی رسولزاده همسر او را همچون بانوی مهربان و کتبانوی نوتکرار و همچون ذوق بلند زیبایی آفرینی دارد توصیف کرده است. همچنین از منبع‌های باز معلوم شد که اقبال خان نوزیر و در دوره رئیس ولایت سوق بودن شوهرش معاون مدیر کاخ فرهنگ رودکی در شهر خوجند بوده، در آنجا چوربینی‌های گوناگون فرهنگی دایر می‌کرد و سرپرست انسامبل رقصی زنانه چمنارو بوده است. برای تبلیغ فعالانه فرهنگ او با نشان اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان قدردانی کرده شده است. بعد به مقام سروزیر تعیین شدن شوهرش و به دوشنبه کوچیدن در ماه فوریه سال 2014 اقبال خان نوزیر و بنا به گزارش سامانه آزادگان با وظیفه موقتی و به مزد مدیر برنامه فرهنگی همایش‌های سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان تعیین شده بود. این هست همه چیزی که درباره او معلوم است. اکنون چیزی از هم اساسی مال و ملک اقبال خان نوزیر و به دست اداره از ده تیوی از محققان مرکز تحقیق کروپسیا و جنایت‌های متشکلانه معلومات درباره مال و ملک خارجیان در دبی افتاد. این هم در نتیجه فوش شدن اطلاعات درباره مال و ملک ثبت شده در امارات عرب دسترس شد. بر اساس این اسناد معلوم شد که همسر سروزیر تاجیکستان صاحب 2 ویلای دو قبضه در دبی بوده است. ویلاهای اقبال خان نوزیر و در فاصله 200 متر از یکدیگر در شهرک بسته میر اوازیس که آنجا امفی‌تئاتر، میدان بسکتبال، مسجد، باغ برای سیر و گشت سگ‌ها، چندین حوض آببازی، میدان والیبال و پیروه و تپه‌های صنعی نیز است جایگیر شده است. ویلا یکم با مساحت 284 متر مربع 737,700 دلار ارزش داشته، چند اتاق خواب و چندین حمام و همچنین یک حجره علایده برای خدمتگاران دارد. ویلای دوم با مساحت 270 متر مربع 699,800 دلار ارزش و نیز چندین اتاق خواب دارد. به نظر می رسد که هر دو ویلا را با کمک دختر سروزیر مدلیر فرنگیس عظیمووا خریدند. محض عظیمووا هنگام خریدن این دو ویلا تلفن‌های خود را برای تماس باقی گذاشته بود. فرنگی شهروند روسیه را دارد، ولی غالبا در دبی با شوهرش ظفر عظیموف پسر سروزیر سابق تاجیکستان یایو عظیموف به سر میبرد. از عکس‌های او در اینستاگرام برمی‌آید که فرنگی زیاد سیاحت می‌کند و در کشورهای گوناگون از جمله فرانسه، بریتانیا، استرالیا و چخیا از زندگی شاهانه‌اش لذت میبرد. فرنگیس عظیمووا نیز در میدوز، یک شهرک بسته دیگر در مرکز دبی که آن را کوه مصنوعی احاطه کرده است، یک ویلا دارد. اسناد زمینش نشان می‌دهد که این کوشک دو قبضه به شکل ایکس ساخته شده با ارزش بیش از 5,400,000 دلار را در سن 24 خریده است. معلوم نیست که او چگونه توانسته است این مال و ملک با شکوه گرانبها را بخرد.
منبع خریدن این کوش اویله اوست یا شفرش یا خود او. در هر صورت یک سوال باقی میموند که او در چنین سن سال جوان چگونه توانسته است برای خریدن مال و ملک در دبی میلیون ها دلار را سرمایه گذاری کند. اما برمیگرده به موضوع مال و ملک مادر فرانگیز. گروه محققان بجز از مال و ملکش در دبی باز 6 مالکیت اقبال خان نوزری و را در تاجیکستان آشکار کردند. بنا به فهرست مالکیت غیر منقول تاجیکستان، همسر سروزیر در شهر بوستان ولایت سوخت در خانه رقم 5 کوچه دوستی خلقو یک باره 4 منزل داشته است. در شهر خوجند در کوچه نظامی گنجوی و حکیم کریم او صاحب 2 خانه و مهمانخانه وطن است. در دوشنبه در کوچه تلستوی نیز اقبال خان نوزر و باز یک خانه دیگر دارد. سوال برمیآید که همسر سروزیر تاجیکستان برای خریدن این همه مالکیت از کجا پول یافته است؟ شعبه اطلاعاتی دادگاه عالی تاجیکستان روز 27 ماه سال 2024 رویخط سیاهی 29 حزب و حرکت و سازمان‌هایی را که فعالیتشان در کشور همچون سازمان‌های افراطی و تروریستی منع کرده شده است نشر کرد. این نیاد به شهروندان خاطررسان کرد که طبق قانون در تاجیکستان نه فقط فعالیت این سازمان‌ها منع کرده شده است، بلکه واردات ادبیات مربوط به این سازمان‌ها نیز ممنوع و سامانه‌هایشان در تاجیکستان مسدود کرده شده. در برابر این هر نوع همکاری و تماس شهروندان با این سازمان‌ها نیز جوابگری قانونی را در پی دارد. ندانستن قانون جوابگری را استثنا نمی‌کند. تاکید شده است در اطلاعیه دادگاه عالی. رویخط سیاه دادگاه عالی از نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک تشکیل عمده اپوزیسیون تاجیک آغاز می‌یابد که هنوز در پایان ماه سپتامبر سال 2015 بلافاصله بعد سرکوب آشوب مسلحانه معاون وزیر دفاع جنرال عبدالعلیم نظرزاده معروف به حاجی علیم فعالیتش منع گردید و این حزب به هر دو رویخط سیاه هم سازمان‌های افراطی و هم سازمان تروریستی شامل کرده شده است. حزب نهضت و امین طور حرکت اپوزیسیونی گروه 24 که سال 2014 بر رویخط سازمان‌های ممنوع افراطی شامل کرده شد. پیمان ملی تاجیکستان که ماه آگوست سال 2018 در اروپا تأسیس یافته، الکی یک سال بعد در آگوست سال 2019 فعالیتش ممنوع شد. چندین بار اتهام افراطی و حزب نهضت و پیمان ملی اتهام تروریستی بودنشان را به شدت رد کرده گفتند که آنها را صرف برای مقصد از صحنه سیاسی راندن مخالفین حکومت به یگان اساس چنین تمغه ها زدند. پایگاه اطلاعاتی پمیر دیلی نیوز هم که بعد سرکوب اعتراضهای بدخشان در بین حزب و حرکت‌های ممنوع افتاد، بلافاصله در پی اعلان حکم منع فعالیتش این حکم را سیاسی و اتهامات افراطی را بی اساس خوانده گفت که وظیفه آنها تنها پوشش مستقلانه حوادث بدخشان بود. کانال نو تاجیکستان تو که در پایگاه زیلا عمل میکرد و خصوصیت اپوزیسیونی داشت و حزب تقریبا 25 سال باز احسانه غیب‌زده تاجیکستان آزاد که در پایان سال 1998 بعد فرارشان به ازبکستان طرفداران پلکوونیک بلواگر محمود خدایبردیف تأسیس داده بودند نیز رویخط سیاه سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع را زیب می‌دهند. باقی 23 سازمان ممنوع این سازمان‌های مذهبی اند که از این شمار تنها یکیش شاهدان یهوا سازمان مسیحی است و باقی 22 سازمان دیگر سازمان‌های تندرو اسلامی که نامشان نه فقط در تاجیکستان بلکه در بسیار دیگر از کشورهای مسلمانی نیز آشناست، از جمله شبکه القاعده، حرکت اسلامی ترکستان شرقی، حزب اسلامی ترکستان، سازمان برادران مسلمان یا اخوان مسلمین، لشکر طیبه، حزب تحریر، رویه دینی سلفیه، جماعت انصارالله، جبهت النصره دولت اسلامی یا دولت اسلامی عراق و شام دویش و شاخه امروزه اعظم فعالیان دولت اسلامی ولایت خراسان. در تاجیکستان درباره این با چندین سازمان دیگر مذهبی را ممنوع اعلام کردند که حداقل در این کشور چندان آشنا به نظر نمی رسند. این رویخط در حال نشر شد که وقتهای آخر زادگان تاجیکستان به یک منبع اساسی تکمیل نیرو برای سازمان‌های تندرو چون داعش و ولایت خراسان تبدیل یافتند و تنها در 3 سال آخر در 11 کشور دنیا 25 حمله تروریستی انجام دادند که صدها کشته و زخمی به جا گذاشت و نام تاجیک‌ها را با تروریسم علاقمند کرده بدنام کردند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم.
با قرار به واسطه وزیر کارهای داخلی جمهوری خاکاسیای روسیه گنرال مایور پلیس ولادیمیر گنرالوف یک مرد 35 ساله زاده تاجیکستان را از شهروندی روسیه محروم کردند. وزارت کارهای داخلی خاکاسیا روز 27 مای سال 2024 خبر داد که این تاجیک سال تولدش 1989 هنوز سال 2009 وقتی همگی 20 سال داشت در خاکاسیا شهروندی روسیه را به دست آورده بود. اما در سال 2018 او با اتهام قصد فروش مقدار مخصوصا زیاد مواد مخدر به دست افتاد و بر اساس قسم 3 ماده 3 و قسم 5 ماده 228 کودکس جنایی روسیه به 14 سال زندان نظامش سنگین محکوم گردید. بعد ادای حکم زندانش که سال 2032 به پایان میرسد، این زاده تاجیکستان را که شهروندی روسیه را از دست داده است به طور مجبوری از قلمرو روسیه اخراج خواهند کرد. در وزارت کارهای داخلی خاکاسیا گفتند که بر اساس لوحه ها به قانون فدرالی شهروندی روسیه که 26 اکتبر سال 2023 به اجرا درآمد، افرادی که دست به جنایت‌های وزنی میزنند صرف نظر از زمان صادر شدن جنایت از شهروندی روسیه محروم ساخته می شود. از زمان به اجرا درآمدن این قانون در جمهوری خاکاسیا علاکه 2 نفر را از شهروندی محروم کردند. در عموم تا این 9 ماهی که از اجرا شدن قانون نو شهروندی روسیه گذشت، علاکه تقریبا 10 زاده تاجیکستان را از شهروندی روسیه محروم کردند. اکثر آنها محبوسان اینند که به دلیل دست به جنایت‌های وزنین اساساً به قاچاق مواد مخدر زدنشان شهروندی روسیه را از دست دادند. ولی چند موردی هم بود که زادگان تاجیکستان را برای سرپیچی از رفتن به جنگ ضد اوکراین از شهروندی روسیه محروم ساختند. اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان از آشکار شدن تصرف بیش از 152,000 سومانی مبلغ بودجتی در مؤسسه دولتی دزینفکسیای پروفیلاکتیکی نویای دیوشتیج خبر داد. بنا به گزارش مرکز مطبوعات اگنتی، ضمن گذراندن سنجش مالیوی خوجگیداری در فعالیت مؤسسه دولتی دزینفکسیای پروفیلاکتیکی نویای دیوشتیج معین گردید که اوتا جانوف از 19 آگوست سال 2014 تا این جانب در وظیفه مدیر این مؤسسه کار و فعالیت کرده. در دوره فعالیت کاریش با استفاده از وکالت منصبداری مبلغ‌های دولتی را از آن خود کرده است. اگنتی میگوید چنانچه اوتا جانوف ضمن فعالیت خدمتیش ماه فوریه اپریل سال 2023 در اساس مصلحت پیشکی با مدیر شرکت صدف غنچه نویای دیوشتی جورایف عمل نموده به واسطه جمعیت مذکور در 5 دولت برای سوختکاری مبلغ 203,102 سومانی برای خریداری مواد بی‌ضررگردانی جدا شده را نقدی کنونیده، مبلغ در اختیارش قرار داشته را از روی تعیینات استفاده نبرده، از آن 152,248 سومانیش را برای سوختکاری اجرت‌های مصاحبی از آن خود کردند که با این کردار قصدانه خود به دولت ضرر مخصوصا کلان مالی رسانیدند. عاید به حالت مذکور نسبت اوتاجانوف و جورایف با 2 ماده کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان ماده 245 قسم 4 بند ب تصرف مبلغ‌ها به مقدار مخصوصا بزرگ و ماده 323 سوختکاری خدمتی پرونده جنایی آغاز گردیده، پروندهشان بعد انجام تفتیش پیشکی به دادگاه سپرده شد. خود اوتاجانوف و جورایف و یا نزدیکان آنها و یا ادوکات‌هایشان برای شرح قضیه دسترس نیستند. به آنها برای سوختکاری با استفاده از مقام جریمه به اندازه از 250 تا 365 نشان دهنده برای حساب‌ها یا محروم ساختن از آزادی به مدت تا 2 سال تهدید می‌کند. همین طور به متهم بر اساس قسم 4 ماده 245 برای تصرف مبلغ‌های مخصوصا بزرگ جریمه به اندازه از 1824 تا 2700 نشان دهنده برای حساب‌ها یا محروم ساختن از آزادی به مدت از 10 تا 15 سال تهدید می‌کند. ولی تجربه دادگاه‌های تاجیکستان نشان می‌دهد که منصبداران سابق در نهایت با پرداخت یگان جریمه از جوابگری خلاص می‌شوند. کارشناسان بر این باورند که چنین جزاهای سبک را افراد جوابگر در عوض پوره‌های وزنین به دست می‌آورند. تاجیکستان از کشورهای فسادزده جهان به شمار رفته امسال با همگی 20 امتیاز که پسترین نشان داد در تاریخش است در بین 20 کشور اعظم فسادزده دنیا جا گرفت. دادگاه نویای عقوب‌الحق ولایت اورنبورگ در جنوب روسیه یک راننده 40 ساله ماشین بارکش از تاجیکستان را بر اساس قسم 3 ماده 3 و قسم 4 ماده 219 کودکس جنایی روسیه در کوشش دادن پاره به مبلغ بزرگ 192,000 روبل یا تقریباً $2,000 به کارمند باجخانه یا گمرک گناهکار شناخته به مبلغ
2 میلیون روبل یا تقریبا 22,000 دلار، یعنی 11 مرتبه بیشتر از حجم پوره 12 جریمه بست. خود این راننده برای شهر مستقیم دسترس نیست، ولی بنا به حکم دادگاه راننده توجیک در گذرگاه سغرچین در مرز روسیه و قزاقستان وقتی فهمید که برای گذراندن مالهایش اعلامیه درکاری را پر نکرده است و مالهایش را می توانند مصادره کنند، به کارمندان بوجخانه سمار در عوض چشم پوشیدن از این حالت پوره پیشنهاد کرده است. تفصیلات دیگر قضیه نشر نشده است. ماه مارس سال 2024 بوجخانه سمار خبر داده بود که یک ساکن تاجیکستان هنگام به کارمند بوجخانه دادن پوره به مبلغ 192,000 روبل به دست افتاده است. گفته میشد که او با ماشین بارکش از تاجیکستان به طرف مسکو لباس ورزشی از جمله کمینو و دیگر لباس گوشتینگیری می‌برد. ماشین راننده تاجیک را در گذرگاه گمرکی سغرچین برای تفتیش منع کردند. شهروند تاجیکستان آن وقت تلاش کرده است که مسئله را با پول یعنی با دادن پوره حل کند، ولی او را هنگام کوشش دادن پول به کارمندان بوجخانه دستگیر کردند. آن وقت مالهای او را به انبار برده به ضد خودش با اتهام کوشش به کارمندان دولتی دادن پوره به مبلغ بزرگ پرونده گشودند. درباره سرنوشت آن هم لباس‌های ورزشی که او با ماشینش از تاجیکستان آورده بود یگان خبری در دست نیست. مرکز مطبوعات کمیته اتوی فوق‌العاده تاجیکستان درباره باز یک مورد در دریای کوهی غرق شدن دخترچه خرسول خبر داد. در 3 روز آخر این علاقه سومین حالت در دریاهای بعد سیل و بارشات در تاجیکستان غرق شدند. بنا به گزارش نشر شده صبح 27 ماه سال 2024 تقریبا ساعت 7:30 دقیقه یک دخترچه 11 ساله ساکن دهه سیاگولک جماعت حکیمی نویه نورآباد هنگام گذشتن از دریای تگ کمر به او افتاده غرق شد. جسد او را ساعت 8:30 دقیقه 500 متر پایین‌تر از جای حادثه پیدا کرده به خویش و تبارش سپردند. تفصیلات دیگر حادثه نشر نشده است، ولی بنا به گزارش‌ها روزهای آخر در وادی رشت سیل و بارشات شدید باعث فرو ریختن سیل‌ها و بالا رفتن سطح آب و دریاها شده بود. مرکز مطبوعات کمیته اتوی فوق‌العاده تاجیکستان قبلا خبر داد که طی روزهای استراحت 25 و 26 ماه سال 2024 در جنوب جمهوری 2 دخترچه خردسال، یکیش 12 و دومی همگی 6 سال داشتند، قربان سیل آبخیزی شدند. بنا به گزارش کمیته اتوی فوق‌العاده روز 25 ماه سال 2024 تقریبا ساعت 11:30 دقیقه یک دخترچه 12 ساله از دهه قزیسوی جماعت غلبه نویه فرخور که به پدرش در چراندن چاروا در چراگاه کوهی 4 نوبت در نویه مومن‌آباد کمک میرساند، در آن یا به سیل افتاده غرق شده است. جسد دخترچه معصوم را از دهه لنگر نویه با مومن‌آباد شمس‌الدین شاهین پیدا کردند. همین طور روز 26 ماه سال 2024 یک دخترچه 6 ساله از دهه مرادف جماعت بنام نظرف نویه شهرتوز که در مرکز این نویه در خانه خویشاوندانش در میمونی قرار داشت از خانه برآمده است و در دریای کوفرنیان افتاده غرق شده است. نجات بخشان ریاست اتوی فوق‌العاده ولایت ختلان به جای حادثه آمده عملیات جستجویی روی آبی و زیر آبی را برآ انداختند، ولی تا حالا جستجوها یگان نتیجه ندادند. کمیته اتوی فوق‌العاده در پی این دو حادثه مرگ فاجعه‌ای کودکان خردسال بار دیگر از والدان دعوت می‌کند که فرزندان خود را بدون نظارت و حیات آنها را زیر خطر نگذارند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.